بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث الأنبياء والرسول للهداية العباد وأفضل السلام وأتم السلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين حب القلوب وشفائها محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله ما شما حضور داریم امروز. خدا خواهد در این خانه الله سبحانه و تعالی مهمان انشاءالله الهی هستیم. الله سبحانه و تعالی البته مهمانای خدا خواهد انشاءالله نوازش میکنیم امروز، یعنی به اجابت دعا، به قبول دعا انشاءالله خدا خواهد و به یک مقصد های حاصل شده انشاءالله خدا خواهد. ما شما چیکار میکنیم الان انشاءالله خدا خواهد خانه بر میگردیم و یک غذای معنوی گرفته انشاءالله خدا خواهد و در غذای معنوی هم الحمدلله خدا خواهد انشاءالله ما شما باید میشیم. گوتی این بزرگان خوش همان عمری که در صحبت مردان خدا با خداجوی و اهل محبت گذرد. میگن خوش همان عمری که یعنی در راه الله سبحانه الله یا که در صحبت انشاءالله الحمدلله بزرگان اسلام انشاءالله در این شنیدن خدا و رسول انشاءالله میگذرد. البته این عمرهای با برکات می شود، با طاعت و با عبادت و انشاءالله خدا خواهد با خداجویی. کمال خونجدی میگن با مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد که در آینه ظاهر و 6 روز دیگر فاسق. عزیزان من، ما همچون یک روز فقط انشاءالله عبادت بیمو 6 روز دیگر از این درگاه گریزیم، بلکه انشاءالله خدا خواهد از این درگاه نگریزیم. همیشه انشاءالله باید که انشاءالله از این درگاه یعنی غذای معنوی مون باید کنیم، چون که امروز غذای مادی ما شما جدا هم باید. هر روز در ملکه ها شرکت داریم، هر روز در خوردن آشامیدن انسان به دو غذا محتاج است. غذای معنوی، غذای مادیش از خوردن و آشامیدن عبارت و غذا انشاءالله معنی باشد از شنیدن خبرهای خدا و پیغمبر نازنین حدیثاش. غذای معنی شما انشاءالله خدا خواهد بای می شود، غذای معنی بای شود. البته انشاءالله خدا خواهد ما شما چیکار میکنید انشاءالله چی در دین چی در دنیا انشاءالله خدا خواهد پیشرفت میکنیم. صحبت ما امروز که وعده کرده بودیم انشاءالله خدا خواهد یعنی در باره انشاءالله آفریدن آدم علیه السلام انشاءالله با شما عزیزان صحبت میکنیم. پیش از پیدایش آدم عزیزان من در دنیا جنها وجود داشتند، جنها زندگی میکردند و طفیل فساد کردن شو، گناه ها زیاد کردن شو، الله سبحانه و تعالی را آنها را نیست و نابود کرد و انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی اراده کرد که چیکار کند آدم علیه السلام انشاءالله در دنیا بیافرد. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره اعلان میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. گفتن که یاد دار گفت محمد صلی الله علیه و سلم که یعنی البته انشاءالله پروردگاری تو چیکار میکند انشاءالله خدا خواهد خبر داده است در قرآن که من در روی زمین خلیفه می آفرم. خلیفه یعنی جانشین انشاءالله خدا خواهد. الله سبحانه و تعالی ما این چنین با فرشته ها هم گفت. فرشته ها گفتن که آیا گفتن تو انسان ها می آفری؟ انسان ها چیکار میکنن یعنی فساد میکنن، خیلی ناحق میریزن. اگر چی خدمت باشه ما میکنیم، ما برای تا هم میگیم، تسبیح میگیم، تو را بزرگی تا یاد میکنیم. خدا گفت
قال اینی اعلم ما لا تعلمون، آن چه که من میدونم گفت شما نمیدونید. خدا گفت من میدونم، گفت ابلیسه، که ابلیس انشاءالله خدا خط در صورت فرشته بود، حتی ای که فرشته ها را درس میداد. من گفت میدانم، گفت شیطانه چی میشه عاقبتش. و من میدانم از این انشاءالله آدم فرزندی به دنیا میاد که نامش محمد صلی الله علیه و سلم است، ولی شما نمیدونه. گفت که همه خاموش شد. و خدا سبحانه و تعالی انشاءالله چیکار کرد؟ اراده انشاءالله پیدا کردن آدم کرد. خدا سبحانه و تعالی اولین به حضرت جبرئیل عمل کرد. جبرئیل گفت برو بر روی زمین و از روی زمین انشاءالله یک مش خاک بیار، تا که از اون خاک من چیکار کنم؟ انشاءالله آدم پیدا کنم. حضرت جبرئیل میگه اومد روی زمین عزیزان من و پا در زمین مون، میگه زمین لرزید و همون میگه جوازی کعبه است، میگه به همینجا میگه فرود اومد. در کتابای قصاص قصه ها میارن، میگه بر همون جا فرود اومد. میگه و زمین گفت من از تو گفت خاک میبرم یک کف. الله سبحانه و تعالی از این خاک گفت آدم میآفره، خلیفه میآفره در روی زمین. زمین میگه حضرت جبرئیل قسم داد، گفت که هرگز من خاک نمیتم که الله سبحانه و تعالی از من آدم میآفره، آدم گناه میکنه بدفعلی من به عذاب گرفتار میشه. میگه حضرت جبرئیل قسم داد به خدا ندادش. حضرت جبرئیل علیه السلام گشته رفت، گفت خداوندا، گفت زمین من قسم داد گفت خاک نداد. بعد میگه حضرت میکائیل گفت یا میکائیل تو برو، گفته که نه زمین خاک بیا. حضرت میکائیل هم اومد عزیزانی من، هرچند انشاءالله خدا خواهد زمین گفت که خاک میگیرم، با اینم زمین قسم داد خاک ندادش. با گشته برفت گفت که خداوندا، گفت زمین گفت من قسم داد خاک نداد. حضرت اسرافیل گفت برو از زمین گفت یک کف خاک بیار. حضرت اسرافیل علیه السلام هم اومد زمین و هم قسم داد، گفت که نمیتیم من خاک. نم گشته رفت پیش الله. آخرون حضرت عزرائیل علیه السلام اومد. وقتی که اومد هرچند زمین چیکار کرد؟ داد و فریاد کرد، گفت که من بگو من ترم خدا خلق کردگی من فرمانی همون آفریدگار میکنم. یک قوزه میگد چیکار کرد؟ ای روی زمین خاک زد. اون هر چاری فرشته بسیار فرشته بقوت هستند، فرشته بسیار به درگاه الله مقرب هستند عزیزان من، بسیار بسیار کلان هستند که در بعض کتابا میورد میگد اگر حضرت میکائیل میگد تمامی بحر جمع کنی و در سرش ریزی یک قطرش در زمین نمیرسد. که حضرت جبرئیل توصیفش میکنند، میگه جبرئیل 600 قنات دارد. ای 600 قنات اگر یک قنات چک شاید ای مشرق تا مغرب میگیرد. چون فرشته ها بزرگ که خاک گرفت، در اون خاک همه نمود بود، سرخ بود، سیاه بود، خاک زرد بود، سفید بود. چون که آدم ها به هر رنگ صورت هستن، که یک آدم سرخ، یک آدم سیاه، یک آدم زرد. از همه خاک انشاءالله میگه جمع کرد گرفت و پیش الله سبحانه و تعالی برد. وقتی که برد میگه الله سبحانه و تعالی گفت که جبرئیل امین اکنون گفت عزرائیل گفت همین جانی بنده ها را خودت میگیری. گفت خداوندا، گفت من اگر جانی بنده ها را گیرم فقط دعوا میکنن از بالای من. گفت من تدبیر میکنم، چنان تدبیر میکنم که از تو نمیبینند. تدبیر چنان است انشاءالله خدا خواهد. گفت یک کس در آب، یک کس علاب، یک کس گفت ماشین، یک کس بیماری، از تو نمیبینند. لیکن همش به حکم الله سبحانه و تعالی امر میشد. یا نبرین برادر اهل اسلام، خدا وقتی که نمیداند عزرائیل هم کی جانی ما با آخر میرسد، این نشانه ها دارد از روی همون نشان دادی الله سبحانه و تعالی و میدوند که امری من که پس در یک دقیقه یا که یک ساعت 2 ساعت تمام شدگی است، بعد چیکار میکند؟ جانی ما و شما را میگیرد. گفت از تو نمیبینن، از همون چیز میبینن. عیناً همین چیز است. همتر است
اکثر ما و شما خدا خواهد انشاءالله نمیگه که فلان چی کشتش میگه ما شما فلان جانا میرفت نمیمرد میگه طوری می فلان چی بردش کشتش دیده می ما ای خدا نده سوده از بنده دیده سوده از بنده دیده بعضی ها عموما از قاری هستن سالها شد 10 سال و 20 سال شد بعضی آدم ها وفات کردگیشن یک سبب شدگی لیکن همه آدم بردش همه آدم این خش کرد فلان کتی امروز چیکار کرده سوده ما و شما انشاءالله خدا خواهد دیده کفر رفته سوده هیچ کسی کشته نمیتوند تا اینکه انشاءالله خدا خواهد عمر با آخر نرسد این سبب میشه خلاص از سبب این الاسباب یک سبب کتی انسان دنیا را البته چیکار میکند انشاءالله خدا خواهد ترک میکند وقتی که خاک آوردن عزیزان من خاک الله سبحانه و تعالی به دست قدرتی خودش چیکار کرد الحمدلله یعنی آدم از صورت چه کشید اول میگه خاک آوردن باران رحمت اومد بارید لای شد چند وقت استاد بینید چند وقت استاده آخر خاک میگه بعد چیکار کرد سالها استاد میگه بعد میگه صفال گشت سلابه شد بعد از 2 سال میگه فخار شد بعد 2 سال دیگر صورت شد چون که خدای تعالی خواست چون که خدا خواستش چند وقت بعد چیکار کرد الله سبحانه و تعالی انشاءالله صورتی آدم ساخت چون که انجینری ما و شما فقط الله هست از ظالم درست ما و شما را کی آفریدگار کی میگه الله بنده نه مخلوق نه فقط خالق نه میگه آفرید میگه انشاءالله خدا خواهد سبحانه و تعالی بعد چند سال میگه چه که خواست بس میگه روز میگه ابلیس 70,000 میگه فرشته کتی بر سر آدم اومد یک آدم میگه چیکار کردن انشاءالله خدا خواهد یعنی که در روی خاک استادگی با چشم حقارت نگاش کرد این ملعون از همونجا دشمنی کردگی از آدم در چون که شیطان خودش مدرس بود عالم بود فرشته ها را درس میداد با چند هزار فرشته وقتی که خدای تعالی صورت آدم ساخت چیکار کرد میگه با تماشاش اومد یک اومد میگه چیکار کرد گیردی آدم علیه السلام گیر گشت میگه و با چشم حقارت نگاه کرد ملائکه چی گفتن میگه عزرائیل روزی گفتن این مشتی خاک گفتن الله سبحانه و تعالی گفت که چی میشد خلیفه میشد روزی میشه که همین خاک خلیفه میشافتن در این روی زمین بینید شیطان گفت بله اگر خدای کریم گفت من همین صورت نفرما کنه گفت او را گفت هلاکش میکنه نه من نیست و نابودش میکنه بینید و اگر مرا در فرمانی وی گوه که تو همین در اطاعت میکنی هرگز گفت من اطاعت نمیکنم همون جنال آدم در قالبش جان ندورمده قالبش هم استادگین ده اون بدبخت چکا کرد نفرت کرد بینید ظالمان عبدالله ابن عباس میگه این روایت میکند این حدیثه چون میگه ابلیس میگه با قالب آدم میگه نظر کرد میگه بینید تا که میگن دور مد میگه یک اطرافش میگه دور زد میگه بغض و عداوت میگه نگاهش کرد بسیار یعنی عداوت دشمنی کرد و آبی دهن میگه بر قالبی میگه آدم پرتافت بینید حضرت آدم علیه السلام قالبش نمیگه توف کرد بینید تا چه اندازه از همون زمان چون که مدرس بود عالم بود از جهت علمش درجهش که در جنت منبرش موندگی بودن در جنت فرشته حتی جبرائیل و میکائیل و عزرائیل اسرافیل زیری میگه پایه و شیشته معویزه گوش میکردن تا همین درجه میگه کیبرو منیش غرورش بلند بود بینید حق سبحانه و تعالی جبرئیل اسم گفت که
برا گفت هم آب دهن ابلیس از میگه قالب آدم بگیر و از آن میگه آب دهنی میگه یعنی سگ او شیطان سگ را خدا آفرید. ببینید عبدالله ابن عباس روایت میکنن میگه همین روحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قندیل بود میگه لیست رانده میگه میستاد. ببینید وقتی که میگه قالب آدم علیه السلام میگه یک قطره آب میگه یعنی چیکار کرد میگه یعنی یک قطره آب میگه عرق میگه از قندیل چکید میگه در زمین اومد میگه که در همونجا میگه تربتی یعنی منوری بود حضرت آدم خاتم انبیا و فرمان خدای تعالی بینید اومد میگه. بینید و میگه جان در یک طبق نور میگه برداشته فرشته 70,000 فرشته آوردن میگه جان پیش حضرت آدم علیه السلام آوردن و جان میگه چیکار کرد در طبق نور بود میگه بعد میگه بر سر آدم میگه موندنش روح میگه گیر گشت میگه داخل نشد. خدای تعالی بعد فرمان کرد که یا روح ادخل فی جسد آدم اگه گفت جسد آدم رو بدرا گفت درنی آدم درا خب 7 بار میگه گیر یعنی قالب آدم میگه گیر گشت چونکه نورانی بود میگه و چی گونه داخلش نشید بعد میگه گفت که میگه با خدا تعالی که ای روح ادخل کرهن و اخرج کرهن داخل شو مجبور و برا از یعنی بدن انسان مجبور داخل چیکار کردن جان انشاءالله خدا خود درا گفت یعنی با کراهیت میگه با مشقت باشم میگه در این قالب حضرت آدم درا گفت از نان من جان آدم میگه ببینی میگه درون دور مد در دماغش گیر گشت میگه ولی در بینی دور مد در سر گیر گشتگی نه بینه چشم میگه حضرت آدم کشاد چشماش میگه کشاده شد بعد میگه به هر دست میگه هر میگه تا به سینه رسید تا به ناف رسید میگه رسیدم و میگه یعنی بدنی میگه آدم و یعنی گوشت و پوست و دیگر ساچکا کرد سکه تبدیل یافت سکین انشاءالله یعنی پوست و سکه رگ و استخوان و پوست و گوشت و همش میگه سکه چیکار کرد میگه تبدیل یافته و من میگه اینه بعد میگه خدای تعالی آدم میگه بعد همون ناف اومده میگه دست میگه در زمین زد حالا ببینید حال آدم حال تامیون شکن جانش دستگی لیکن چیکار کرد دست میگه به زمین زد حرکت ندومد. ببینید فرشته گفتن که این بنده بسیار گفتن بی‌سلام جون است این بنده گفتن آفریدش بسیار بی‌سلام جون است که خدا مختص که خلق الانسان عجولا یعنی ما آفرین انسان شتاب زده که بی‌سلام جون حالی در نیز جون دور دیگه و حرکت داره که در جنبش کنه حرکت داره که در حرکت کنه آدم علیه السلام بینه من میگه بر تن خود می‌نگریست میدید که خدای تعالی و چی خیلی آفریده شد نگاه میگه بدناش میگه حضرت آدم اطراف دستاش تماشا میکنین چی خیلی خدای تعالی میگه من آفریدم وقتی که جان میگه بیان کب عاشقی پا رسید در رگ میگه بدنی میگه گوشت و خوگ و همه چی یعنی رگاش نمیگه رگاش دمید گوشت و استخوانش همه جاش میگه آدم علیه السلام میگه پیدا کرد و میگه آدم میگه نمی نشست میگه بی‌سلام جون وقتی که فرشته را فرست میگه دماغی حضرت آدم میگه خورید و پیشانیش مالید میگه که جان میگه در بدن آدم باید قرار گرفت پر آدم علیه السلام چشید یعنی پر رنگ ما شما انسان شکل و قایفش گشت الحمدلله الله سبحانه و تعالی چکار کرد آدم خدا خود آفرید در همین وقت میگه حضرت آدم علیه السلام عطسه اومد میگه عطسه زد به یک محبت الهام کتی الحمدلله رب العالمین گفت
اولین انشاءالله کلمه ای که بای حضرت آدم علیه السلام کرد چی گفت؟ الحمدلله رب العالمین. همین سنتی بای آدم است. وقتی که ما شما عطسه میزنیم البته الحمدلله رب العالمین باید شود انشاءالله جاری شود. ولی بود زدروف فلان پستان سلامت باش نه. در جوابش خدا چی گفت؟ یرحمک الله، خدا تو را رحم کنه. جوابی عطسه همین است. اگر کسی که اصلا الحمد شما باید که یرحمک الله، یعنی خدا تو را رحم کنه. تا حضرت آدم را جواب کردم. همین سنت شد برای ما شما انشاءالله خدا خواهد. باید که ما شما وقتی که واجب شده تا این که واجبه که اگر گوید نه که مبادا عطسه زننده اگر این نگوید جواب بر شما واجب نمیشود. که عطسه زد و الحمدلله رب العالمین گفت شما باید که چی؟ یرحمکم الله، خدا تو را رحم کند. این بنده خدا گفته میگه جوابش کردن. این از همین آدم علیه السلام معراج تا قیامت برای ما شما بود. همه اون بچه هم آموزنیم، دختران آموزنیم. بچه هم عطسه که زدی همین کلمه مبارکه را بگو، جوابش هم یادش دخدا خواهد شما. بعد دیگر کس میزند این چیزا میگه بینید جواب گردوندنش انشاءالله خدا خواهد چی است، یعنی واجب است برای ما شما خدا خواهد. خب خدا چی گفت؟ همین عطسه این انسان بگیر، همین عطسه بای آدم بگیر. از این من یعنی یک انسان آفرین. به یک روایت ها حضرت عیسی علیه السلام از عطسه بای آدم استگی اشاره است عزیزان من. به یک روایت ها خدا خواهد، چون که حضرت عیسی علیه السلام عطا نداره، بی پدر است. الحمدلله چند چیزا هستن، حضرت عیسی، حضرت ماما حوا، آدم پدر ندارن. داریم آدم پدرش کی است؟ نیست. ماما حوا از چی شد؟ از قلقه چپی آدم شد، پدرش نیست. حضرت عیسی مادرش حامله دار شد به امر خدا، پدرش نیست عزیزان من. بینین انشاءالله خدا خواهد. وقتی که میگد شید میگد بعد گفت میگد اکن از لباس های جنت بیارن آدم از زیبتیه، تاج جنت آورده موندنش، لباس های جنت پوشوندنش. آدم یک در بهترین انشاءالله خدا خواهد چی شد؟ صورت شد. وقتی که در بهترین صورت شد الله سبحانه و تعالی بعد فرشته ها را امر کرد که چیکار کنن؟ آدم گفتن سجده کنن. این سجده چی؟ به تحیت مبارکبادی الله سبحانه که خداوند تو در دنیا آدم آفریدی. همه این فرشته ها میگن اومدن، فرمان همین شد در سوره صاد. الله سبحانه و تعالی میگه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. همه فرشته ها سجده کردند مگرم ابلیس که در پیدایش آدم چقدر نفرت و چقدر عداوت داشت میگه چیکار کرد؟ سجده نکرد. قال خدا در دامیان چی گفت؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. خدا گفت میگه ای ابلیس، ایش گفت چی چیز من کرد که ترا که آدم سجده نکردی؟ چی چیز ترا من کرد؟ برای چی سجده نکردی؟ که اونسه که من بعد از قدرتم این آدم در دنیا آفریدم، برای چی تو سجدش نکردی؟ استکبرت ام کنت، کبر کردی، خودت بلند گرفتی. گفت شیطان در جای گفت انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. برای چی نکردم من این گفت سجده؟ چون که من گفت تو خلق کردی، گفت ای آتش علا. آدم گفت خلق کردی، گفت یعنی چی؟ از لای. از همین جهت گفت من این گفت چی هستم؟ از این گفت خدا خواهد انشاءالله بهتر هستم. انا خیر منه، یعنی یک تا خیر منه اناش خدا نفارید. عزیزی من، کسی که من میگد خدا مقل نیست، فقط یگانه خدا کبر معلوم میشود. ما اذیت کبر چیکار داریم امروز؟ خدا خواهد انشاءالله کبر و منمنی چیکار داریم؟ شیطانی من اذیت کبرش
آدم دا میگه سجده نکرد. انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. من گفت خداوندا گفت از یعنی علا آفریدی نه از خاک آفریدی، من اطاعت نمیکنم. خدا چی گفت؟ قال فاخرج منا فانک رجیم فان علیک لعنتی الی یوم الدین. اگه گفت برو درگاه من، تو گفت چی هستی؟ ملعون، لعنت کرده شده هستی. و تو گفت مرجوم هستی، سانسور کرده شده هستی. دو صفت که الله سبحانه و تعالی شیطانی که مدرس بود، هزارها فرشته را دست میداد، به تو فعل خدا خواهد کی برش، خدا چیکارش کرد؟ از درگاه برخ و علیک لعنت تا قیامت گفت لعنتی من بر تو باد. و تو سانسور کرده شده هستی. هر روز ما شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میخونیم، طوری می؟ اعوذ بالله من الشیطان دگیش دفعی میگد مضرات، پناه میبرم اعوذ من از شر شیطان الرجیم. الرجیم بی‌معنا میگم مرجوم، مردود، ملعون. بس معنی از همین رجیمش سانسور کرده شده، لعنت کرده شده، از درگاه الله سبحانه و تعالی رانده کرده شده. بینین عزیزان من، کسی که دنیا را کبر میکند و هم شیطان است. گفتی شاعر میاد که اصلت است یک قطره منی، لایقی نیست تو منی، از ره بول شده ای کبر و منی ها چی کنی؟ باید یک اصل تا پر سوال اصل چیه؟ یک قطره آبی حرومه، یک قطره آبی منی پدید که ایوه ما آبازی میکنیم. ایوه ما خدا خود انشاءالله چیکار میکنیم؟ خودمون تازه میکنیم. باش خاطر میلی او بالا چی کنی؟ تو همان جیفه میگی جیفه هستی، تو همون چیزی پلید هستی میگه جیفه ای تو. این حسن تو از کجاست؟ جمال تو که از اوست، میگه تو با کجات منی میکنی میگه. ببین باش خاطر میلی بالا چی کنی؟ با چی تو کبر میکنی؟ با چی تو منی میگی؟ چی تو نه؟ منجرم مجرل باولینی فکیفا تکبر میگه. ای انسان ای دو رای نجاست برمدی، نجاستی پدرت، نجاستی مادرت. تاکید دنیا رو چی کبر میکنی؟ $10,000 نه؟ یا تا ماشینه چه الله کروست نه؟ یا تا خونه $10,000 نه؟ یا لباس قیمت باد نمیگه منی میکنی؟ من شیطانی ملعومی مرجون با تو فعل آدم ده اطاعت نکردنش چی شید؟ انشاءالله خدا خواهد رانده شید، از درگاه خدا پیش کرد. 600,000 ساله طاعت عبادتش بیکار شید. عزیزی من، وقتی که میگه آدم علیه السلام دید فرشته ها تعظیمش دارن، دعا کنید که من هؤلائی یعظمونی، این کیا هستن که من اینقدر حرمت دارم؟ خدا گفت که نور مصطفایی ندارد سالها از تو جدایی، به تو فرزند بر ما حبیب است، به درد آخر امت طبیب است. میدونی گفت آدم این آقدر این فرشته برای چی تو حرمت دارن؟ چون که تو نور مصطفی هست. سالها گفت از تو جدا نمیشه و گفت بر تو گفت فرزند بر ما حبیب هست، وی گفت بچه تو هی وی دوستی ما هی. بگفت بیه یا رب بی نمای نورش، به چشمی سر ببینم با حضورش. خدا فرمود پس بین دو ابرو درخشان و کواکب شعله او. خدا فرمود بر رضوان جنت بیار آینه آدم را به طلعت. زی جنت داد آینه به آدم، به آن آینه بدید آن نور خاتم. شدیم که شد عاشق نور محمد، درود خوان شد به ارواح محمد. حضرت مولانا میگه در پیشونیش میگه یلتاس میگه نور محمد. گفتیم به سبب چی من تعظیم دارن؟ چون که نور محمدی در تاست. حضرت رضوان
فرشته جنت گفت یک آینه تیه، گفت یک آینه که دی خودش بینه، آینه که دی وقتی که خودش دید میگن نوری محمده، بچی میگن صلوات گو شد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. هر پیغمبری که انشاءالله دنیا می آید البته از نوری محمد صلی الله علیه و سلم چی است؟ بهره مند میشود. خدا خواهد انشاءالله. بینید وقتی که میگه انشاءالله آدم علیه السلام آفرید، آدم علیه السلام میگه چیکار کرد انشاءالله؟ بعد اینکه وقتی که میگه شیطان رانده شد، شیطان از خدا چی طلب کرد؟ استعیذ بالله، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. من در گفت مهلت گفت تا گفت انشاءالله روز قیامته. من اگه مهلت گفت از توفیل آدم از درگاه رانده شدم، من در که گفت مهلت میتی گفت تا روز قیامت انشاءالله. خدا چی گفت؟ قال فإنك من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. خدا گفت من تو را مهلت دادم تا روز انشاءالله خدا خواهد قیامته. همونجا میگه سه طلب کرد. ببینید شیطان سه طلب کرد از خدا، گفت سه طلب برای من میتی. ببینید یک طلبش چی بود از خدا خواهد انشاءالله؟ یک طلبش گفت تا قیامت عمری من دراز میکنی. همونجا قسم خدا سده والله گفت ملعون، والله گفت که با توفیل آدم من از درگاه رانده شدم، البته فرزند آدم ها را دشمنی میکنم. من چی میگه شیطان؟ قال فبعزتك لأغويناهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. قسم به ذات خودت گفت همه فرزندای آدم ایران میبرارم مگرم کسانی که برای خودت خالص عبادت میکنن، برای رضای خودت عبادت میکنم، من میاره نمیتونم. دویم طلبش عزیزانی من، یعنی عمر ما گفت تا قیامت دراز میکنی. ببینید تا قیامت خدا عمرش باقی مون، آخرون شیطان میبرد. دویم گفت انشاءالله خدا خط از بین چشم آدم ها من پناه میکنی که آدم ها من نبینن که من آزار میتیم، که تو با آدم خدا اطاعت میکنی، تو معیر از آزار میتیم. سیم گفت طلبم رای خونی آدم برای من ره کرمیتی. حالا همین خونی رای رگ خونی ما رای شیطان است انشاءالله. میشته که یک فساد بسر تنیاله میگه زینا که خیلی میگه فلان که عرق خیلی نماز حالی میخونی آخه میگه یادم بیست میگه حالی فوتبال تمام که حالی خدا خدا حالی وقت یک محلی میبینی که وقت برفته بعد او دسته اکتا میده چلپشق تورت میکنی، چلپشق نماز میخونی، اون نماز الله قبول نمیکنه. یک سنی صبح میشدست سه گره در سر میزنه، سه گره میزنه، موی سرت نمیگه. وقتی که انسان از این خوابش بیدار شده بعد بسم الله الرحمن الرحیم و یک گره کشوده میشده است. وقتی که نگه خیزد و طهارت نمیگه حرکت کند عزیزانی من انشاءالله طهارت نه چکا میکنه است؟ وقتی که طهارت نمید اومده است دویم گرهش کشوده میشده است. وقتی که نماز میخوندش بالکل شیطان از ما و شما میگریزد. ببینید تا چه اندازه ملعون در هر یک قدم ما و شما حاضر و ناظره. هر یک قدم وقتی که ما بسم الله الرحمن الرحیم میگیم شیطان در امریکا میرسد، یکی باید فرد یک دقیقه با در پیشت حاضر میشه. ببینید خیلی ملعون انشاءالله خدا خواهد قوت دارد. در یک چشم پوشیدن میگه دنیا را دال زده میبراید. برای همین خدا در چند جای قرآن میگه استعیذ بالله ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا. شیطان برای شما دشمنی آشکاره هی و یا دشمن گیره میگه. ببینید و دشمن قسم خورده هی ان شیطان لکم عدو. سوره یاسین نماز دیگر سوره آن است فاتخذوه عدوا. شیطان برای شما دشمنی مبین آشکاره میگه. ای مردم دشمنی قسم خورده است زینهار میگه گفتی و یا نگیر. ماله میگه زینهار امر دشمنی بدخو را مگیر که شیطان تو را به دوزخی پرنار میکشه. مقصدی وای بدبختی خدا زده چی است؟ مقصدش صفچه زیاد کرده دوزخ بردن است. شما را در این دنیا شرمنده کردن است، به آبرو به قدر کردن است. عزیزی من
بی نماز شدی به قدر هستی، زنا کردی شرمنده هستی، دزدی میکنی میقبل شرمنده هستی، قمار میزنی دو خونت زن تبای میدی شرمنده هستی یا نمی؟ خجالت زده هستی در بین مردم. هر گناهی که میکنی عاقبتش وای است. نه یک کس حرمتت میکند، نه یک کس نه عزتت میموند. از اگر من یک تا خطا کنم تمام دنیا نمیپرتایم. تمامی خداخواه کانال های یوتیوب داملو موجبلو میبرند بعد منه زنا کرد، منه عرق خورد، منه فلان کرد یا نینی. این شرمندگی رو گجونی بریم بعد همه گناهی که شیطان میکند آخرش پشیمانت میکند. همین زنا کرد میگم برا که 70 ساله طاعت عبادتت برفت. بدبخت من تو را نمیشناسم، میگم نمیشناسد، میگریزه. یک شیطان به یک به نماز خون که یک جا کود میرفتیان رنده بعد میرفتیان نماز بومدوشی یک بلا که نمیخوندهش پیشین اصلا 5 وقت نماز نمیخونن. به جان میرسیدیان شب ساعت 11-12 بعد دستی قضاقس نکن خواه میرم که شیطان میگریخت است. نفدست که برادر آتا از همین کجا شریک شده اومدی در این شبی تار من کجا میپرتایی؟ نفدست که بدبخت من یک مراتبه فرمان خدا را نکردم، یک مراتبه گفت سجده که آدم نکردم 600,000 سال اینا طاعت عبادت بکاشد. تو در یک روز 5 مراتبه فرمان خدا تا نکردی. من باید یک بلانه تا بزنه در کثافتی تو منم هلاک شد. از بینماز از شیطان میگریزه. اول نمیخونوند حرکت میکنه بعدی که کاری امر میگه که چه میکنی پشیمانی ها نگیر خدا خواهد انشاءالله. حقیقی انشاءالله خدا خواهد دوستی الله شد، حقیقی طاعت کننده، حقیقی عبادت کننده فرمان خدای اسمان و تعالی باش. عزیزی من عمرها رفته است، وقتم شده است انشاءالله. خدا خواهد بال دوام میتیم جمعه های دیگر خدا خواهد پره حضرت آدم تاریخش میگیم بعد انشاءالله با فرزنداش میگذاریم انشاءالله طبق طلبی عزیزان. انشاءالله خدا خواهد 25 پیغمبری که در قرآن ذکر است که هم باشد پر مضمون انشاءالله بس همه شما عزیزان میرسونیم انشاءالله. چون که همه پیغمبرها را دوست داشتن است از ایمان است. نه یک برای خدا خواهد شما حضرتی گیم که پیغمبر را ما دوست نی، ما همش دوست نداریم. چون که فرمان خدا است که یعنی سوره بقره آیت 85 میگه که استعیذ بالله آمن الرسول، همه پیغمبران در ایمان بیار. اولینش آدم، آخرینش خاتم محمد صلی الله علیه و سلم. ایمانی ما شما ارگینال همین ایمانه. من ایمانی خریستیان ها همین فقط عیسی میگن خلاص، یهودا همین فقط موسی میگن خلاص یا نمی؟ محمد تا کسی محمد دیمروز اگر تمامی روی دنیا چند میلیارد آدم باشد محمد نه ایمان ندارد ایمانش ایمان نیست. شکری به خدا ما همه پیغمبر ما شما چندین پیغمبر قصاش برای شما میگو همچون یک نمونه درس عبرت انشاءالله از داریم. نمیگیرن تن نمیگیرن برای محمد اگه تن نمیگیرن کافی رو باید بینیم. ما الحمدلله عیسی پیغمبری ماست، موسی پیغمبری ماست، ما همه پیغمبر رو ایمان میاریم. 124 یا 1000 زیاده پیغمبر گذشته که از من اولینش آدم آخرین خاتمش محمد صلی الله علیه و سلم. کتاب تاریخ بیان میکند قرآن 25 تا بیان کند موندگیش در کتاب های تاریخ بیان میشود این پیغمبرها خدا این دوستای خدا. بینن عزیزانی من برای این ایمانی ما و شما ایمانی قوی باشد، ایمانی ما ایمانی مستحکم باشد انشاءالله. این شیطانی ملعونی مرجومه هرگز راه نته در خانت، هرگز در خودت نزدیکش نکنون. آخرین بزرگان میگن گفته خدا کنی شاد شوی، گفته شیطان کنی خار شوی. همین در خونه نیستمون پیشتاقی خدا خط خونت نه بجای دختر خیتوکه زده مونده که جو یک میدروی مسلمان بلا زده یا خیز یا خیتوکه لبلیش اتا و اپا همه اولاد تماشاش که میتی شعوت جمونده میبینی بجای خدا خط یک شیر بجای یک آیت نیست بجای این مسلمان چی بلا زده خیتوکه تو زنت نشاوه قدم خونه که صورت دارد فرشته نمیدراید.
فرشته های غضب میده خدا خواهد انشاءالله. جینا آمد اومد جینا میده میجوانه انشاءالله خدا خواهد. وجودت میداره. در اون خانه باید که قرآن باشد، حدیث باشد، در اون خانه قال رسول الله باشد. مؤمن دوست دار خدا تا خدا خواهد خانه تا بزیب و زینت اسلامی بده خدا خواهد انشاءالله. چندین از این رکلام هست خدا خواهد انشاءالله. دعاها زن دعا را یاد گیره بچه کشات خدا خواهد. یا خودت نیست خدا خواهد انشاءالله. دیگه چیزا را حدیث ها را نیست مون بیچاره بچه‌ات بخونه یاد گیره. بجای خیتا یک بدبختی گجام یک کافی رسم زده شرمنده شده نه خدا خواهد انشاءالله. به کدوم صورت می بعد میذارم ناموس میگم کنده پافته سمی ای بی شرمندگی مسلمان نخواد گجای خیتا بیاری زنی خالت. گجای یک امریکن یک بیفهم و بی‌فراسته. و یا از قرآن ما نفرت میکنه و ملعونا، از پیغمبر ما نفرت میکنه. تو مسلمان شده خدا خواهد انشاءالله در خونت مایکل جکسون زده بگردد بروسی توریسی لورده زن خدا خواهد انشاءالله. ای به شرمندگی مسلمان ده. و یا از پیغمبر ما نفرت کنن، از قرآن ما نفرت کنن. ما مسلمان شده چیزای کافر آده در خونه هم خدا خواهد زده کشال کنه بمونه. ای بس شرمندگی است عزیزانی من. وقتم شده است انشاءالله خدا خواهد صحبت به پایان میرسانیم. از الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد امید میکنیم. البته این ملعونه هممون ملعون دانیم چون که لایق لعنت است. خدا و لعنت کرد. آدم لعنت کنه میتوند گناه است، لیکن شیطان البته لعنت، چون که خدا گفت علیک لعنتی الی یوم الدین، تا قیامت گفت لعنتی من بر تو باد. چون هیچ وقت اقرارم نشده و جنت هم نمیره دیگه. امر باد در دوزخ است. یک تا فرمان نکرد. تو تصور که 20 سال نماز نمیخونی، 30 ند اومده نماز نمیخونی، 40 ند اومده نماز نمیخونی، 50 ند اومده نماز نمیخونی، 70 80 اومده به ناموس سر سجده ندیده. این اگه ضرب بزن چی؟ ولی چندین هزار سال در دوزخ میسوزه. من ترک الصلاة متعمدا بقی فی النار الحقبه 80 سنه. کسی که نماز قصدن ترک میکنی 80 سال در دوزخ میسوزه. این 80 دقیقه به 80 عمر ضرب بزن خدا خواهد. کلکولاتر نمیبرش. الله نگه داره ای بی نمازی ها. الله نگه داره از این گناه ها. ما شما را الله سبحانه و تعالی دایم در رحمت انشاءالله سزاوار بکنه.